خب سلام ستونای گنگ، چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه و امتحاناتون رو داده باشید و نمره‌های خفنی بگیرید. آرزوی قلبی من واسه شما اینه و یکی دیگه هم هستین که توی رویال تاپ پلیر بشید و چکمک کنید دیگه، رنده کنید بدخواه رو. خب رفقا، اینو توی انجمن یوتیوب واسهتون گذاشته بودم این بتل و عکسشو و یه تیکش خیلی پشمریزون بود، یعنی کل بازی پشمریزون بود ولی اون یه تیکه خیلی بیشتر پشمریزون بود و دیدم که همه میگن مدیونی ویدیوشو نذاری و این داستانه. گفتم چشم، شما جون بخواب. امروز پس 2 تا ویدیو داشتیم، یه دونه ریاکت، یه دونه هم این جفتش حتما ببینید. امیدوارم حال کرده باشید خلاصه تا اینجای کار. و ویدیو بعدی هم یعنی فردا دابل مینیون سایکله، اونو که سگی منتظرش باشید. اصلا یه بتلوی حاجی نابی بود اونو، یعنی من 2 کا باید ویو بخوره اینقدر بتلاش خفن بود. دابل پلنس رو زدیم با یه دونه اسکل ستایی فقط. خب بریم این بتل رو ببینیم که این بشر چطوری باخته با الکترو، با اینفر، جلاد و تورنادو. یعنی شما 3 تا هواییزن فول زد با تورنادو به بازی به دابل مینیونی که فقط یه دونه گارد داره، یه دونه مثلا یه دونه مینی هورد داره که با یه دونه جلاد میره. اینو به بازی باید بری وای بدی. یا این خیلی نوب بوده یا عمو محمد پرو پلیر بوده. خب معلومه گزینه دوم. خب بریم بتل رو هم ببینیم. و مثل همیشه من طرف اصلا نمیشناختم، مثلا دیگه دستاس تو این تاپ و تو این رنگ که آدم پشماش میریزه واقعا. اینجا لاوا رو انداختم یو از اون من اسکیل برو، یعنی ببین رفقا اسکیل گایز، اسکیل برو، اصلا پشمام ریخت از اسکیل اینجا. و یه مینوس ستایی انداختم ولی خب تاورم رفت. اینجا گاردم میخواستم بنازم، گفتم اکسیرم هدر میره، گاردو نزدم و تاور سمت چپ هم رفت. اینجا رو ببینید این فل انداخت، درسته دستش هم روی تورنادوه. من زپو نکن چیکار استاپ نزنیم، من زپو زدم این فل گرفت روی بالون، بعد این یه تورنادو کشید، بعد ببین چیکار کرد. نکن نوشت تانکس. این تانکس رو گفت، من درازکش بودم داشتم بتلو میزدم، گفتم چی گفتی تانکس حاجی. به مولا قسم همون لحظه از جام پا شدم، نشستم روی تخت، جدی پلی باش شدم. یعنی اون تانکس رو داد، گفتم من باید تو رو بزنم، تو شاخ شدی گفتین تانکس باید بزنمت. از جام پا شدم سگی پلی دادم و میتونید در ادامه ببینید سگی پلی دادن چطوریه. اینجا بازم گوبلین دریلی انداخت با اسپارکی که یه مینیون هورد و یه مینیون ستایی یه زب زدیم روی اسپارکیش. اینجا هم که اکسیر نداشت، مینیون دمیج خوبی به تاور دادن و تورنادوشو زد دیگه. اینجا چون میدونستم اکسیر نداره سری بالون رو شوت کردم. ببین بالون سری شوت کردم تو روی زمین و دیگه تاور رو میگرفتی، هر کاری هم میکرد بازم تاور گرفته میشد یه دونه. پس ترجیح داد که پکاشو دستش بگیره تا بنازه واسه حمله. شما نگاه کن اگه مثلا یه پکا یه جلاد بنازه یه تورنادو بزنه، من تاورم رفته چون نمیتونم دفاع کنم. پکا رو انداخت واسه تاور دوممون. ما چیکار کردیم؟ ما هم لاوا رو انداختیم همون سمت. چرا؟ چون جلاد و اینفر و ایناشو دفاع کنه که ما هم پکاشو بزنیم. میدونی یه جور سنگر کردیم اونو. سری یه مینیمور زدیم رو اینفر دراگش، جلاد انداخت که خوشبختانه اینفر دراگو زدن. یه مینیون ستایی این که جلاد نگیره بهش، یه گاردم اون بر، یه مانیر هم زدیم روی جلاد که سری بزننش. اینجا هم لاوا رو زدم واسه ایجاد رعب و وحشت و گرفتن تاور که خیلی هم جوابگو بود. تورنادوشو زد. اینجا هم که مینیون هورد رو زدیم، ما سری بالون رو از وسط زدم که الکتروش انگوش کرد. ولی خب یه مینیون ستایی انداختم که بالون یه دونه دمیج حداقل بده. این مینیون ستایی که انداختم به خاطر همین بود که بالون حداقل یه دمیج رو بده. اینجا هم ببینید انداخت واسه 3 پکارو، چون میدونست میتونه راحت چیز کنه. اینجا هم راحت 3 کنه. اینجا هم لاوا ماینه سری زدم که حداقل سری تاورشو بگیریم. یه دونه هم تیر زدم که بالون میاد دستم، دیدم اوضاع خیت شده دیگه پشمام ریخت دیگه، بالون رو ننداختم چون اصلا فایده ای نداشت. اینجا سری مینیون هورد زدم که مثلا پکارای دمیج سگی بدن. پشمیزون تا اینجاش همینجا بود. شما فقط ببینید من اینو چطوری دفاع کردم. 2 تا پکای
با جون کامل تو زمین، یه دونه الکترو دراک فول دمیج و اینفر و جلادم تو زمین، دستش هم روی تورنادو. بعد من چی دارم؟ 1 میلیون ستایی با گارد. چطور دفاع کردم؟ پشماتون بریزه. نگاه کن، یه دونه میلیون از عقب، یه دونه ماینر روی جلاد، یه گارد پشتش، یه ارو، به همین راحتی دفاع کردم. شما باید اسکیل به خرج بدید. خب این هوک سایکل نیست که بخوای یه کنون بندازی یه گولم یخی بعد پکا بیفته دنبالش. نه این اون نیست. دک من با یه دونه تورنادو جمع میشه. اینو دفاع کردم، خودش پشماش ریخته بود ناموسن و مطمئنم پشماش ریخته بود. سریع یه دونه ماینر، یه بالون زدیم، اینم که با گارد دفاع کردیم و یه مینو ستای انداختیم روی این فدراگش که این فدراگش بره توی فضا و تمام. با یه ماینر بالون یه زب تاورش رو گرفتیم و بازی تموم شد. و این تنگسایی هم که دادم جبران اون تنگسایی که اول بازی داده بود بی وجود. یعنی من وجودتو کشیدم میرون، گفتم برو تو خونتون، دوباره برو تو وجودت. میدونی چی میگم؟ وجودش از جسمش کشیدم میرون، بوست کردم، گفتم دوباره برو سر جات. این بده حاجی، انگشت کردم میگه. خلاص حالا چه نوبی چه پرو پلیری مهم نیست، با دیگه که فول زدت باخت دادی به عمو محمد و حساب نمیشی. و بچهای چنل هم ارادت خاصی دارن به خانواده عزیزتون به خاطر این دکی که استفاده میکنید و فکر نکنم مثلا زدی داشته باشه. البته لاک بیت و هوک سایکل میزننش، ولی خب حالا اسپارکین رو میزنه، پکا رو میزنه، لابا رو میزنه. حالا یه پیام داشتم واسه پلیرش دیگه. خلاصی یه پیام داشتم واسه این پلیر عزیز و دوست داشتنی که ارادت خاصی هم خانواده ایشون داریم. این مده حروفم امیدوارم حال کرده باشه ویدیوهای امروزم و ریاکت رو حتما برید ببینید. خیلی بازی هیجان انگیزی بود. اینم که اصلا حرف نداشت ناموسن اون صحنه دفاع کردن. در کل این که ویدیو امروز خیلی عالی بود، خودم راضی بودم، امیدوارم شما هم لذت برده باشید. نظراتتون رو کامنت کنید برام و خیلی دوستتون دارم. بای گایز. ستونای دوز و دقل.